بیش از 8000 جنگندگان طالبان و دولت اسلامی در مرز تاجیکستان و افغانستان گرد آمدند. در این باره سردار خدمات هماهنگسازی شورای فرماندهان قشون‌های مرزبانی اتحاد دولت‌های مستقل خبر داده از تجمع زیادی جنگیان طالبان و دولت اسلامی هشدار داده گفت که وضعیت در سرحد میان تاجیکستان و افغانستان بسیار متشنج است. طور خبرگزاری اسپوتنیک اطلاع می‌دهد به گفته الکساندر منیلوف سردار خدمات هماهنگسازی شورای فرماندهان قشون‌های مرزبانی اتحاد دولت‌های مستقل جنگندگان اصلا از منطقه‌های درگیر در سوریه و عراق آمده در نزد مرز تاجیکستان با افغانستان گرد آمدند. منیلوف گفته که اکثر جنگجویان در مرز جمع آمده را شهروندان قفقاز و افریقا تشکیل می‌دهند. خبری بیش از 8000 جنگندگان طالبان و دولت اسلامی در مرز تاجیکستان و افغانستان گرد آمدند در حالی است که عبدالستار شاهیان معاون فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان نیز ضمن برآمدش در مجلس نمایندگان تاجیکستان از ناامنی در سرحد هشدار داده بود. شاهیان وکیلان پارلمان را هشدار داده گفته بود که رخنه کردن مرز دولتی تاجیکستان از جانب گروه‌های تروریستی و جدایی‌خواه از احتمال دور نیست. بنا به معلومات داده شاهیان به پارلمان تاجیکستان، گروه‌های جنگجو برای از خود نمودن تمام نازکی‌های سرحد، مؤثرترین تکنولوژی را به کار برده ایستادند.